ون گوگ میگه نمیدانی که نگاه خیره بوم سفید به هنرمند چقدر فلج کننده است. انگار به تو میگوید که تو هیچ کاری نمیتوانی بکنی. من امین کرمانی زاده این جلسه قراره طراحی چشم رو با هم کار کنیم. در قدم اول لازمه که بدونید استارت یک چشم با خط بالا میخوره بر روی خط سطح. تمام حالتها و حسای چهره رو میشه با این خط انجام داد. قسمت جلوی چشم یه قوس خیلی کوچیک میخوره و شبیه یک بادام به انتها وصل میشه. مردمک چشم کاملا گرده. خط پلک بالا این دایره رو قطع میکنه. قرنیه وسط چشم و پلک دوم بالا. پلک پایین در اصل قسمتی رو ایجاد میکنه که خط روشن زیر چشم رو میبینیم. خط دوم خطیه که مژه ها روش قرار داره. قوس طولی چشم از این قسمت شروع میشه و در اینجا تموم میشه. قوس عرضی هم به این شکل از بالا به پایین کشیده میشه. در این قسمت ما بیشترین نور رو داریم. برای همین داخل چشم نورهای خیلی شدید میفته. ما با توجه به همین خط سطح میتونیم حالتهای مختلف چشم رو بکشیم. از گوشه چشم شروع میکنیم و روی خط و بالاتر از خط تمومش میکنیم برای چشم‌هایی که خیلی کشیده هستند. خب حالت بعدی دقیقاً برعکس این حالته. چشم‌هایی که خیلی افتاده هستن دقیقاً پایین‌تر از خط قرار می‌گیرن. شروع می‌کنیم پایین‌تر از خط میایم پایین. میخوایم یه چشمی رو نشون بدیم که خیلی حالت تعجب و ترس داره. چه اتفاقی میفته؟ پلک بالا بازتر و گرتر میشه. با پلک بالا یکی میشه این قسمت بالاش. مردمک وسط قرار میگیره. و همچنین پلک پایین هم بازتر. چشمی رو میخوام نشون بدیم که سر به سمت بالا رفته یا یه مقداری چشمها بسته شده. پلک پایین هم میاد بالا. دیگه با مردمک فاصله نداره. چشمی رو میخوام نشون بدیم که بسته است. قوس عادی رو میذاریم. مردمک حذف میشه و خط پایین دوباره کشیده میشه. مژه ها اینجا قرار دارن. میخوایم چش سرخ رو کار کنیم. دقیقاً مثل لب
طرفی که چرخش داره کوچیک‌تر میشه و طرف دیگه شیبش تندتر میشه. مردمک به صورت بیضی و پلک پایین. یه چشم می‌خوایم بکشیم که یه مقداری سرخه و مردمک اومده به این طرف. خب میرسیم به ابرو. تناسبات ابرو با توجه به چشمه، یعنی شما باید تو آموزش ابرو رو با چشم یاد بگیرید. یه چشم ساده میکشم. با توجه به مدل میتونید جای ابرو رو بالای چشم مشخص بکنید. این سه تا نکته مهمه. شیبی که از کنار چشم تا انتهای ابرو میره. جایی که ابرو شکست داره و ابتدای ابرو و ابتدای چشم. فرم ابرو از پایین شروع میشه شکست ایجاد میکنه. این شکست به خاطر معکوس بودن شیبیه که ابرو داره. یعنی ابرو از اینجا شروع میشه میخوابن روی هم و اینجا تموم میشه. این قسمت معکوس این جهته که شکست رو ایجاد میکنه. پس سه تا نقطه مهم: جایی که شکست ابروه و با گوشه چشم معمولا یکی میشه، از گوشه چشم به گوشه ابرو قوس داره که عضلات پیشونی و برجستگی استخوان پیشانی رو نشون میده، و ابتدای ابرو و ابتدای چشم با هم. بعض از ابروها هستن که جلوترن، این شیبو دارن، ما از اینجا شروع میکنیم. بعض ابروها هستن که کلا قوس دارن و این شکست رو ندارن. در حالت استاندارد و اصولی این شکل داره. میخوام یه مدل دیگه ابرو بهتون آموزش بدم. یه مدل خیلی متفاوت با مدل بالا. سر ابروها هرچی پرتر باشه به سمت جلو هدایت میشه. چرخش داره. این قسمت ابروها رو هم میخوابه. یه قوس ایجاد میکنه، شکست و انتها به این شکل. جهت رویش ابروها. ابروهایی که اصلاح نشده این حالت رو داره. خب یه ابرو دیگه میخوایم بکشیم. یه ابروی خیلی کادر گرفته و مکعبی. ابرویی که بیشتر خانوما مد نظرشونه. یه ابرو میخوایم بکشیم که کاملا قوسدار و کمونیه.